های نوروز رو بینین. این گلابینی السلام علیکم. ما در بلندی نمیدونم یعنی از سطح بر بلند السلام علیکم تماشابینانی به نهایت دوستدارانی تاجیک و حالا ما از دریا از راه‌های که شما میبینید من تقریبا نمیدونم 300-400 متر در بلندی ها قرار داریم و راستی گپ همینجا برای یک فیلمی نو باید همینجا به نوار بگرفته شود اومده ایستاده‌ایم. این همیشه منظره های خوش و خوشبوی خوش روی زیبایی این تاجیکستانی خودمون همه تماشا کنید. در اینجا نمیدونم یک خونه یا یک کلبچه بیرونکی باز هم در بارندی ساخته شده رو ما میبینیم. من برای همین حالا دوستان بینید که نمی زردی هایی که شما میبینید همه گلهای و گلهای نوروزی. همین گل خودش گل نوروزی نام دارد. نه اگر کسانی که میخواهد در بهار بیاین استراحت کنند اینا بیاین به نمی قرطاق از ناحیه حصار به قرطاق بیاین. در اینجا جای تماشاباب است. من ما همراه یک اومی جان حالا همینجا رو سیر کرده گشتیم. سیر کرده ایستادیم. همه هواری دا بستیم چی؟ همه هواری دا بستیم چی خیلی؟ دوستان عزیز بینید که در همین خیلی سری بلندی در یک سری کوه بینید چی خیلی خانه ساختند. شما فکر کنید که از اینجا برای همین لای برای همین گیلی همین چقدر های کردگی. السلام علیکم. اگه کس هست کسی در اون نمی نموید. انا با فکرم که ایره کسی ساخت است و از باران ها به این حال افتاده است. لیکن این جای خوب. من در جا استادیون گوه آفرین به شخصی که همین رو ساخته است. خیلی عزیز ما حالا باز هم از این بلندتر میخواهیم که حرکت کنیم. حالا ما شدم کوه انا نگاه کنید. در اینجا این حیوان هایی که شما میبینید هم حتما میدونید که اینها گاوان در اینجا راحت کرده ایستادن. ما باشیم انا بچه ای قره کلاس باشه چیزی بود. خب ما قریب که جامون معاین کردیم. حالا انا در اینجا ما کمتر ششته همراه یک اومی جان استراحت میکنیم و برای فیلم برداری و دیگر میخواهم که کسی که اگر در اینجا یکم کلیپ بنوار گیرن به نهایت جای خوب است. باور کنید کدام این وطن دوست نمیداره کو و یا
یا آدم نیست یا از این عالم نیست. خیلی وطن دوست نداری؟ اینا در پیش اینا اینا هزار یک وای قبوش شوی باش شوا باور کنید یه. خیلی برا میرن آدم پول میتیان میخرن تنهاشون میشپن یا یه بار بکشین گفته اینا خدا دادیم اونا ما باید برای همه به هر داده خداوند شکرانه کنیم. خدا را شکر باور کن باور این کن. بس این آنوای نکی جوش بله با ما باشید. وای بی